شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه مرد 27 ساله ساکن جماعت دهات زنان نویه رودکی مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2020 در نویه سینا شهر دوشنبه مرد 43 ساله ساکن جماعت دهات سیمگنج شهر وحدت با روی فریب به باوریش درآمده از او 7500 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که پدرش مرد 56 ساله را از مؤسسه اصلاحی شهر مورمنسک فدراسیای روسیه به مؤسسه اصلاحی شهر دوشنبه می‌برد، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 22 ساله ساکن جماعت دهات یووه نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شد. نام برده 20 سپتامبر سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن جماعت دهات یووه نویه مذکور درآمده خود را همچون قصاب معرفی نموده از او 11 سر چارهای کلان شاخدار را به مبلغ 117,500 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق نام برده روز 21 سپتامبر سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن جماعت دهات یووه درآمده خود را همچون قصاب معرفی نموده از او 4 سر چارهای کلان شاخدار را به مبلغ 49,500 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر با عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 19 اکتبر سال 2021 در داخل ترمینال مسافرکشانی سفر همین شهر شخص نامعلوم با روی زورآوری از جیبش 3500 سومانی و یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4100 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 27 ساله ساکن جماعت دهات نوبهار نویه کوشانیان که پیش با ماده 244 334 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 19 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 2:00 دقیقه از آشیانه چهارم بنا واقع در کوچه برنو 2 عدد عروبچه کودکانه را دزدیده در کونه بازار سخاوت با مبلغ 300 سومانی فروخته است. در نتیجه به جوانزن 23 ساله ساکن پایتخت به مبلغ 4700 سومانی ضرر رسانیده شده است.